چه اتفاقی برای بدن شما میفته وقتی 72 ساعت فست باشید و فقط آب بخورید؟ بعد از 12 ساعت بدن سریعتر از حد معمول شروع به چربی سوزی میکنه. بعد از 18 ساعت بدن شما وارد فاز کتوزیس میشه، یعنی از چربی به عنوان منبع انرژی خودش استفاده میکنه. پس چربی سوزی به بالاترین حد خودش میرسه. بعد از 24 ساعت اتوفاژی در بدن شروع میشه و این به این معنیه که بدن شروع به از بین بردن سلولهای قدیمی و مریض و سرطانی میکنه. بعد از 48 ساعت سطح هورمون رشد در بدن به شدت بالا میره که این موضوع باعث کاهش التهابات در بدن و افزایش عضله‌سازی میشه. بعد از گذشت 54 ساعت مقاومت به انسولین در بدن کم میشه و اینجاست که بیماری دیابت میتونه بهبود پیدا کنه. و بعد از گذشت 72 ساعت معجزه اتفاق میفته و سلول‌های بنیادی شروع به بازسازی خودشون میکنن و سیستم ایمنی رو کاملا از نو میسازن.